هنگام گذراندن شورابین‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتسیا، زن 33 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده روز 15 مای سال 2020 بروی فریب به باوری جوان 26 و پدرش مرد 50 ساله ساکن نویه اش در آمده از آنها 640,773 دلار امریکایی گرفته وعده داده است که از جمهوری خلقی خطای محصولات میوه خشک آورده می‌دهد. اینچنین گمانبرشونده با امین را از مرد 36 ساله 100,000 دلار امریکایی و از مرد 38 ساله ساکن پایتخت 1,362,500 دلار امریکایی گرفته به آنها وعده داده است که از جمهوری خلقی خطای محصولات میوه خشک آورده می‌دهد، اما تا حال آنها را فریب داده گریخته گشته است. اینچنین هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتسیا، مرد 40 ساله ساکن شهر وحدت با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه ینور سال 2021 بروی فریب به باوری مرد 34 ساله ساکن شهر مسکو در آمده از او یک عدد автомاشین تمغه فولکسواگن پاسات را به مبلغ 100,000 سومانی نرخ‌گذاری کرده گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. 7 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 9:50 دقیقه راننده автомاشین تمغه مرسدس بنز کمالوف مصلح‌الدین سال تولدش 1992 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوک در حدود نویه شهرستان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد محمدوف شورت سال تولدش 1993 ساکن دیهه شهرستان را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد محمدوف جراحت وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.